بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نصر عبده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، از بس که چند لحظه های به شمار مانده تا روز عید قربان، عید اضحی، خواستم یک قصه را که قصه قرآنی است از حیات حضرت ابراهیم علیه السلام و چگونه ذبح کردن فرزند خود حضرت اسماعیل را اینجا ارائه نمایم. ببینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبری بت شکن، پیامبری که قومش را از سوی هیکل پرستی و بت پرستی به سوی خدا پرستی دعوت می کند و چی بسا امتحانهای را آزمایش را در این دعوت خود می بیند، سختی ها را می بیند، تا جایی که الله مهربان در باره حضرت ابراهیم علیه السلام زیبا می فرماید که واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله مهربان ابراهیم را از دوستان خاص خود قرار داد. حضرت ابراهیم دوست خداوند نامیده شده است در این آیت کریمه. حالا ببینیم که این خلیل الهی چگونه امتحانهایی را می‌بیند در این عالم، در این زندگی خود، در وقت دعوت خود، وقتی که قوم خود را دعوت میکند به سوی یکتاپرستی و حتی پدر خود را هم که در جمله کسانی بودند که دعوت حضرت ابراهیم را نپذیرفته بودند دعوت میکند، او را قبول نمیکنند و برای آتشکده میسازند که قصهش معروف است و او را در این آتشکده مینهند و الله مهربان از این آتشکده او را بیرون میکند و حتی که پدر خود را دعوت میکند بارها که ایمان بیاورد اما دعوت ابراهیمی را قبول نمیکند. در سوره مریم الله مهربان زیبا میفرماید که از زبان حضرت ابراهیم که فرمودن یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای پدرجان من، شیطان را پرستش نکن، پیروی نکن. شیطانی که تو را به سوی بت پرستی و به سوی شرک میخواند او را پرستش نکن، زیرا این شیطان به خداوند عاصی شده. وقتا که خداوند امر میکند که آدم را سجده کن سجده نکرد و این دعوت ها را با یک نرمی به پدر خود میرسانید و پدرش هم دعوت ابراهیمی را قبول نکرد و در این وقتا که از آتشکده بیرون می شود و قومش دعوت او را قبول نمی کنند، زیبا می فرماید و قرآن این قصه را می کند که چگونه حضرت ابراهیم با قوم خود سخن گفت. می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم. تا اینجا این آیت ها هم قصه هجرت ابراهیم علیه السلام را از قومش قصه می کند و این چنین همون ذبحگاه قربانگاهی را که فرزند خود را برده بود و چه قصه که اینجا داشت اون را هم اینجا بیان می کند. ببینیم دوستان گرامی که در این آیت کریمه حضرت ابراهیم میگوید که به درستی که من قوم خود را ترک کرده هجرت میکنم تا برای خود جای مناسبی را پیدا کنم که الله را اطاعت کنم، بندگی الله را به جا بیاورم و خداوند ذاتی است که برای نیکوی دنیای آخرت مرا راهنمایی خواهد کرد. دوستان گرامی، اینجا یک نقطه را می شود ذکر کرد که در هر کجا هر نفر داعی دعوتگر، ببینیم که این حیات پیامبران برای قصه من و شماست، برای عبرت است، برای عبرت است که ما از اون عبرت بگیریم. اگر انسان کوشش خود را می کند به سوی دعوت اسلام، به سوی دین،
تا جایی میتواند کوشش خود را میکند و اگر ببیند که نمیشود و قوم او را نمیپذیرند و عملهای دین را نمیتواند آزادانه سپری کند، عمل خدا را پرستش کند، از آنجا باید که هجرت کند. و حضرت ابراهیم علیه السلام چنین کرد. وقتی قومش را نپذیرفتند، حتی پدرش را نپذیرفت، اونجا را ترک کرد و هجرت کرد. و وقتی که هجرت میکرد در اون حالت برای حضرت ابراهیم علیه السلام مشکل بود. از قوم خود، حتی از پدر خود جدا شدن، از جای به جای دیگر هجرت کردند. در این اثنا از الله مهربان یک خواهش کرد که این آیت بیانگر آن است که فرمود رب هب لی من الصالحین، خدایا برای من یک فرزند صالح، یک فرزندی که یکتاپرست باشد عطا بفرما. و در حال میبینیم که آیت بعدی الله مهربان دعای این پیامبر خود را قبول کرد و میفرماید که و بشرناه بغلام حلیم، ما به ابراهیم مژده دادیم برای یک پسر بچه حلیم خردمنده. در حال الله مهربان دعای حضرت ابراهیم علیه السلام را قبول کرد. اینجا ببینیم دوستان گرامی که دو نقطه دیگر است که می شود ذکر کرد. یکی این که حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کردن برای فرزند صالح و برای من و شما عبرت است که هر یک نفر از من و شما کوشش کنیم دعا کنیم به سوی خداوند برای فرزند صالح. حالا می‌بینیم که نتیجه دعای حضرت ابراهیم چگونه عملی شد و الله مهربان هم که دعای پیامبران قبول است، دعای این پیامبر دوست خود را، خلیل خود را قبول کرد و برایش یک غلام هدیه نمود که حضرت اسماعیل علیه السلام است. اگرچند که بین علما اختلاف است که همین فرزند حضرت اسحاق است یا حضرت اسماعیل، اکثر به اینند که این حضرت اسماعیل علیه السلام است. و این غلام را خداوند حلیم نامید، خردمند. و علما میگویند مفسرین که در این مژده الهی، در این هدیه الهی سه نقطه قرار دارد. یکی این که برای حضرت ابراهیم نعمت اول که پسر عطا نمود، بعد از این دعایش که در راه با اون یکجا شود، که فراق هجرت را درک نکند، براش مشکل نباشد، یک همدست برای او عطا فرمود. یکی این که پسر بچه. دوم این که خردمند خداوند او را نامید. البته که خردمند انسان در 2 ساله و 5 ساله بوده نمیتواند، بلکه کلان می شود، بزرگ می شود از 10 بالا که خردمند شود. دوم نعمت در اینجا بزرگ شدن اون بود، مژده برای اون بود که این فرزند بزرگ می شود. سوم این که او را خردمند خداوند نامید، خردمند آفرید. این سه نعمتی که برای حضرت ابراهیم عطا کرد حضرت اسماعیل را. حالا ببینیم که این غلام که خدا او را حلیم و خردمند نامید چگونه نفر است و اثبات خود را در آیات‌های بعدی برای من و شما میفهماند که چگونه این یک فرزند خردمند، فرزند خلیل است. و حضرت ابراهیم علیه السلام خواب می‌بیند که فرزند خود را ذبح می‌کند. یعنی این خواب پیامبران که وحی است از جانب خداوند و مانند خواب‌های دیگران نیست، بلکه خواب پیامبران وحی است از جانب خداوند. و یک نقطه اشاره شده است از جانب علما مفسرین که پیامبران اگر چند چشمهایشان پوشیده هم باشد، دلهایشان بیدار است، دلهای آنها خواب نمی کند. و در خواب می بیند حضرت ابراهیم علیه السلام در روایتی که 3 بار، در روایتی که زیادتر از 3 خواب می بیند که فرزند خود را ذبح می کند. یعنی الله امر دارد که فرزند خود را ذبح کند. اسلوب این خلیل خدا اسلوب زیبایی را استفاده می کند، در حال با درشتی و با سختی این عمل را انجام نمی دهد، بلکه بعد از این که تحقیق می کند که در حقیقت این امر الهی است، این خوابی که دیده امر الهی است، و فرزند خود را می گیرد و بیرون می شود از خانه. و فلما بلغ معه السعی، در این ساعت که فرزند او دیگر توانمند بود، پدر خود را یاردم کرده می توانست، یاردمگر پدر خود بود و مفسرین میگویند که 13 سال عمر داشت. حضرت اسماعیل با خود گرفت، در راه میرفت و با یک اسلوب زیبای ابراهیمی با فرزند خود فهماند که خداوند برایش چه امر کرد. فرمود که به سوی فرزند خود که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، گفت ای فرزند من دیدم در خواب که تو را به ذبح رسانیدم، تو را قربانی کردم.
یعنی اینجا میخواست برای فرزند خود بفهماند که فرزند من این امر الهی است. و نقطه اولی که اینجا ببینیم که ندا میکند حضرت ابراهیم فرزند خود را که یا بنیه، نگفت که ای فرزند، بلکه با یک نرمی به سوی فرزند خود ندا کرد، گفت که ای فرزند جان من. یک نفر اگر خود بخواهد که قصد یا ضرر برای نفر دیگر برساند، عادتا با اون با نرمی صحبت نمی کند. اما اینجا حضرت ابراهیم میخواهد بفهماند که فرزند جان من، این امری که من در خواب دیدم، این امر من نیست، امر خالق من و تو است که فرمان داده که تو را به قربانگاه برده قربانی کنم. فانظر ماذا ترى، گفت تو در این چی اندیشه داری؟ به سوی فرزند خود این سخن را حضرت ابراهیم علیه السلام گفت به سوی حضرت اسماعیل. دوستان گرامی قدر، حالا ببینیم که چگونه جوابی را این فرزند حلیم، این فرزند خردمند میگوید. هر وقتا که بر این آیت ها انسان میرسد، یک تکان میخورد، یک حالت دیگرگونی در وجود انسان می آید که این ماجرا در اون ساعت ها چگونه گذشت بین پدر و فرزند. و حالا اگر ما مقایسه کنیم بر این زندگی من و شما که خیلی مقایسه مشکل است، زیرا فرزندان امروزه خیلی از گذشته فرق میکنن و حتی که یک پدر یک سخن سخت‌تر برای فرزند خود گفته نمیتواند و میبینیم که برای یک سخن درشت چند روز فرزند از خانه بیرون می شود و بر نمی گردد. و صدها حالت‌های هست که بین فرزند و پدر حتی به یک برداشت یک سخن عادی را ندارند. حتی یک پدر شکایت میکرد که من وقت خانه وارد میشوم، فرزندم پهلو زده در تلفن نشسته است، حتی حسیات ندارد که خانه یک نفر بزرگ پدر داخل شد، نه از جای خود برمیخیزد، نه احترامی هست. فرق میکند بین اخلاق اسماعیل و بین اخلاق امروزه. حالا ببینیم که چگونه میتواند یک فرزند 13 ساله که پدرش به اون میگوید که من امر شدم از جانب خداوند که تو را قربانی کنم، این فرزند چگونه میتواند عکس العمل نشان بدهد. اما این فرزند حلیم است که دعای حضرت ابراهیم بود که خدای برای من فرزند صالح عطا کن تا در دین و در مرا کمک کند در زندگی و یکتاپرست باشد. و خداوند که ذات به همتاست فرزند حلیم و خردمند براش هدیه کرد و این فرزند خردمند رو اینجا میبینیم که یک جواب میدهد که حیرت آور است که چگونه یک نفری که 13 سال عمر دارد این چنین جوابی را برای پدر خود میگوید که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. در حال نمیگوید که ای پدر، حتی غضب نمی کند، غمگین نمی شود، با یک زبان نرمی میگوید که پدر جان هر آن چی که امر شده انجام بده. ببینید این فرزند را که با یک خوشحالی، با یک حالتی که با یک نرمی به سوی پدر خود ندا میکند که یا ابتی، ای پدر جان من، هر چی که امر شده ای. و حضرت اسماعیل اینجا دقیق میداند که این امر پدرش نیست، بلکه خداوند است که این امر را به حضرت ابراهیم داده و میگوید که پدر جان هر چی که امر شده ای آن را انجام بده. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند. آن کس که خدا را شناخت دیگر به خاطر خدا جانش هم فدا میکند و خونش هم فدا میکند. این اسماعیل بود که خدای خدا را شناخته بود، یکتاپرست بود و میگوید که پدر جان غمگین مباش، به این معنی که غمگین مباش، هر آن چی که الله مهربان برای تو امر کرده انجام بده و ان شاء الله که مرا از جمله کسان میابی که صبر کننده هستند. در این امتحان ان شاء الله با سر بلند و بیرون میشویم، مرا از اون جمله صابران خواهی یافت. دوستان گرامی، یک روایت است که حضرت ابراهیم علیه السلام در پیرانسالی یعنی فرزنددار شد حضرت اسماعیل علیه السلام را و خیلی محبت به این فرزند داشت. خداوند خواست که حضرت ابراهیم را آزمایش کند، امتحان کند و الله که حکیم است و حکمت خود را خود میداند و ببینید که امتحان بزرگی را که برای پیامبر خودش میکند. وقتی که این سخنها بین پدر و پسر گذشت و حضرت ابراهیم علیه السلام فهمانید که خداوند چنین امر کرده و حضرت اسماعیل هم قبول کرد و گفت رضایت خود را که من رضا هستم هر چی که الله برای من امر کرده. و میفرماید در دوام آیت که فلما اسلم وتله للجبین، وقتی که این هر دو نفر تسلیم
در گفته خدا شدند، تسلیم در امر خدا شدند. پس حضرت ابراهیم علیه السلام به پیشانی حضرت اسماعیل را خوابانید تا اینکه امر الله را به جا بیاورد. و اینجا ابن عباس رضی الله عنه میگوید که این در خبرها در روایت آمده که در این ساعت حضرت اسماعیل علیه السلام از پدر خودش چند خواهش میکند. میگوید که پدر جان، یک این که وقتی که مرا قربانی میکنی لباسهای خود را جمع کن که خون من در لباس شما نرسد که مادرم ببیند غمگین میگردد. و این چنین از پدرش خواهش میکند که همون کار را که میخواهد ذبح کند خیلی تیز کند تا اینکه در این امر الهی تأخیر نشود. و میگوید که اگر حالت باشد، امکان باشد، لباسهای مرا برای مادرم برسان و از نام من به مادرم سلام برسان. و ببینید که حضرت اسماعیل علیه السلام کاملا تسلیم راه الهی شده بود. اگرچند این روایت هم ما یک طرف کنیم که نصیحت‌هایی را که وصیت‌هایی را که حضرت اسماعیل برای پدرشان گفتند، آیت اینو در نظر دارد. آیت به این است که این قصد را با اطمینان کامل خواست و هر دو قبول کردن، رضایت دادن. اگرچند در بعضی روایت ها را ضعف می‌دانند که در گولیش کرد مانده نشده است. به هر حال که در این عزم و اراده قوی داشتند و در این امر الهی تسلیم راه خدا شدند. در این اثنایی که میخواست عزم اراده قوی داشتن حضرت ابراهیم میخواست فرزند خود را ذبح کند، الله مهربان در عوضش چیزی دیگری را فرستاد و اینجا فرمود که و نادینه ای ابراهیم، و ما ندا کردیم که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، به تحقیق این خوابی که تو دیدی، این امتحانی که بالای سر تو آوردیم تحقق یافت. تو از این امتحان با سر بلند با فرزند خود بیرون شدی. اینا کذالک نجزی المحسنین، همچنانه که در این آزمایش، در این امتحان به تو اجر دادیم، هر نفری هم اگر از امتحانهای الهی وقتا امتحان می آید از امتحان با سر بلند بیرون می شود، برایش ثواب و اجر نوشته می کنیم. الله مهربان در دوام آیت می فرماید که ان هذا لهو البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم. این یک بیشک یک آزمایش برای حضرت ابراهیم، یک آزمایش آشکار بود و برای حضرت ابراهیم در عوض حضرت اسماعیل ما قوچخار عظیم جوسه را، قوچخار بزرگی را هدیه نمودیم. دوستان گرامی قدر، ببینید که از این قربانی که من و شما امروز در روزهای عید انجام میدهیم از سنت های حضرت ابراهیم علیه السلام است و از تسلیم بودن حضرت ابراهیم با فرزند خود حضرت اسماعیل علیه السلام در راه خداوند. پس از این قصه دوستان گرامی عبرت بگیریم که یک این که دعا کنیم برای فرزند صالح، دوم که ببینیم که الله مهربان قبول کننده دعا هست. به امید قبول دعا نزد الله دعا کنیم که خداوند برای هر یک من و شما مانند حضرت اسماعیل علیه السلام فرزندان سالم عطا بفرماید، فرزندان صالح. و ببینیم که این فرزند خردمند بود در حقیقت حضرت اسماعیل که از ذریه این پیامبر گرامی اسلام محمد رسول الله به دنیا آمد. نتیجه اون جان فدایی هایی که حضرت اسماعیل کرده بود. و الله مهربان همه من و شما را نگهبان باشد و به روز عید ما را برساند و خداوند این عید را برای من و شما مبارک بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.